افسانه لک و پک. بود نبود یک لک و یک پک بود. آنها زن و شوهر بودند. لک و پک دختری دوسترویی داشتند. حسنش رسا بود ولی عقلش نارسا بود. زیبایی دختر به دور و نزدیک آوازه شد و به خانه لک و پک خواستگار آمد. دخترم، گفت لک، به تو خواستگار آمد. رفته آب بیار. چقان باش که خواستگارها دختری به دست و پا بوده است گفته تو را خوش کنند. دختر کوزه را گرفته تازون به لب حوض رفت و آب گرفته ایستاده فکر کرد که رود و خواستگارها مرا خوش کنند، توی تماشا شود. ثانی یک پسرچه زویم پسرچم کلانکک شود و از دستش داشته به خانه پدر و مادرم مهمانی بیایم. مادرم جانی بیبی کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم گفته به دستش کوزچه دهد و به لب حوض روان کند. بچه یکم بیاید و از حوض آب میگیرم گفته پایش لغ زد و به حوض غلطد و غرق شود. بعد من چی کار میکنم؟ به شوهرم چی جواب میدهم؟ وای بر حال منه، رویم سیاهه. گفته داد و فریاد برداشت و 6 قطار آب دیده ریخت. مادر منتظر و دختر خواستگاران منتظر چای. پک بر روی حوله برآمد و آواز برآورد. لک لک جانی پک، این دخترمان برای آب رفته بود. رفت بین چرا دیر کرد؟ خوب شده است. لک به لب حوض رفت دید که دخترشان آب دیده 6 قطار گریه کرده نشسته است. دخترم چی شد به تو؟ برای چی گریه کرده نشسته ای؟ پرسید لک. ای مادر جان، من گریه نکنم کی گریه میکنه؟ جواب داد دختر. آب گرفته ایستاده فکر کردم که رود و خواستگارها مرا خوش کنند، توی تماشا شود. ثانی یک پسرچه زویم پسرچم کلانکک شود و از دستش داشته به خانه شماها مهمانی بیایم. شما جانی بیبی کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم گفته به دستش کوزچه دهید و به لب حوض روان کنید. بچه یکم بیاید و از حوض آب میگیرم گفته پایش لغ زد و به حوض غلطیده غرق شود. بعد من چی کار میکنم؟ به شوهرم چی جواب میدهم؟ وای بر حال من، روزم سیاه شده. وای بر عقل رسایت مادرکت قربان شود. گفته لک به پهلوی دخترش نشست و گریان شد. پک یک دم نگاه کرد، 2 دم نگاه کرد، از دخترش درک نشد. خیست و به لب حوض آمده دید که دختر و زن در لب حوض زار زار گریه کرده نشستند. لک لک جانی پک چی شد که مادر و دختر این خیل زار زار گریه کرده نشستیتان؟ وای جانی پک، گفت لک، ما گریه نکنیم کی گریه کند؟ گوش کنید این دختره که به عقل ما چی میگوید؟ چی میگوید لک؟ حیران شد پک. میگوید که رود و خواستگاران او را خوش کنند و توی تماشا شود. ثانی یک پسرچه زاید پسرچهش کلانکک شود و از دستکش داشته به خانه ما مهمانی بیاید. من جانی بیبی کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم گفته به دستش کوزچه داده به لب حوض روان کنم. بچه یکش بیاید و آب میگیرم گفته پایش لغ زد و به حوض افتد و غرق شود. بعد من چی کار میکنم؟ به شوهرم چی جواب میدهم؟ وای بر حال من، روزم سیاه شده. 6 قطار آب دیده ریخته گریه کرده نشسته است. وای پدرکت صدقه عقل رسایت شود. گفته پک هم در پهلوی زن و دخترش نشسته زار زار گریه کرد. 3 کس لک و پک و دختر آنچنان بلند نوحه و گریه کردند که خواستگارها شنویده حیران شده و خواطر شده به لب حوض آمده دیدند که صاحبان خانه زن و شوهر و دختر 6 قطار آب دیده ریخته گریه کرده نشستند. چی گپ شد؟ چرا شمایان گریه کرده شتیتان؟ پرسیدند آنها. لک جانی پک، به اینها گپی دخترمان را گفته ده. ما گریه نکنیم کی گریه کند؟ گفت لک. گوش کنید این دختره که به عقلمان چی میگوید. دخترتان چی میگوید لک؟ پرسیدند مهمانها. میگوید که رود و خواستگاران او را خوش کنند و توی تماشا شود. ثانی یک پسرچه زاید پسرچهش کلانکک شود و از دستکش داشته به خانه ما مهمانی بیاید.
من جانی بیبی کلانک شدی، دستیارک شدی، رفته آب بیار چای کنیم گفته به دستش کوزچه داده به لب حوض روان کنم. بچه‌کش بیاید و آب میگیرم گفته پایش لغ زد و به حوض افتاد و غرق شود. بعد وی چی کار میکند؟ به شوهرش چی جواب میدهد؟ وای بر حال من، روزم سیاه شده. خواستگارها این گپ را شنیده بای بای عقل این دختر حسنش بر این رسا بود است. گویان توی را پیش گرفتند. توی شد، تماشا شد. دختر را اسب سوار کرده یار یار گفته گرفته رفته. لک لک جانی پک به دختر ما زیغ شدیم. کو آهی سرد از دل پردر کشید پک. خیر رفته بینیم چی؟ گفت لک شما رفته کمتر روغن بیارید. من یک طبق سمبوسه پزم گرفته رویم. دخترکمون سمبوسه رو یاد کردگیست. پک یک پیاله گرفته پیش روغن فروش رفت. روغن فروش یک قداق روغن چین کرده به پیاله ای پک انداخت. یک قدر روغن زیادتی کرد. کمک حقتان ماند. این را چیکار کنم؟ پرسید روغن فروش. من به اینجا اندازید گفته پک پیاله را چپه کرده پشتش را داشت. روغن فروش بقیه روغن را به پشت پیاله ریخت. پک آورده به دستی زنش داد. پک این روغن آوردگی جدا کم کو؟ گفت زنش. به سمبوسه نمی رسد. کم نی عزیزکم، در درون پیاله هم هست. لک پیاله را راسته کرد. درونش را دیدنی شد که یک کمکک روغنی در پشت پیاله بودگی هم ریخت. به روغن سمبوسه نمی شود. لک و پک دور و دراز مصلحت کرده قرار دادند که خوب می شد یک رومال نان گرم پخته برند. لک خمیر کرد و خوابانده به پک گفت شما تنور ترسانده استید. خمیر که رسید من نان بسته می چسبانم. پک به حولی برآمد و هیزم شکسته خواست به تنور انداخته در گراند. دید درون تنور ترسیدگی بر این سوپ سرخ. این شعله آفتاب بود در درون تنور. این خودش ترسیدگی کو؟ فکر کرد پک. راه در پیش تا نان بستنی لک یک خواب کرده گیرم. همین خیل فکر کرد و روی صفحه زیر تو دراز کشیده به حضور خواب کرد. لک باشد نان راست کرده پیش تنور آوردی. تنور سوپ سرخ ترسیدگی. به تنور نان چسبانده منتظر شد. 1 ساعت نگاه کرد، 2 ساعت نگاه کرد. هیچ نیکی نان سرخ شود. پک از خواب سیر شده خسته پیشش آمد. لک جانی پک نانت سرخ نشد؟ نه چیکار کنیم؟ پرسید لک. همین تنور را کنده به کتفمان برداشته بریم نان در ره پخته می ماندگیست. همین خیل کردند. یک زمان خویشاوندان داماد دیدند که پدر و مادر کلینشان یک تنوری کلان برداشته آمده ایستادند. تیزان برآمده تنوری پر از خمیر را از کتف آنها گرفته به یک سو ماندند و خودشان را به عزت و حرمت به خانه درآورده آب و ضیافت کردند. شب شد. برای لک و پک جایگاهی بلند انداختند. لک و پک به جایگاه درآمدند. جانکم به دیوارهای خانه درست نگاه کن. چند جا کفیدگی. از جایهای کفیدگی شعله ماهتاب درآمده است. خشک شده کفیدگی است یا بیچاره دخترمان عقلش نرسیده است که روغن کرده ماند. لک من در دهلیز یک کوزچه روغن دیدم. خیز به جایهای کفیده دیوار میمالیم. خوب شده از پک خیزید. به دهلیز رفته یک خمچه روغن یافته گرفته در آمدند و به دیوارهای خانه از بالا تا پایان روغن مالیدند. کوزچه را به دهلیز برده 2 خم کلان را دیده ماندند. لک جانی پک این دخترمان عقلش به همه چیز میرسد. وای فکر کرده است که ما پدر و مادرش از راه دور چنگ زیر کرده آمده که آبازی کردن ما لازم. انا بین 2 خم کلان آب تیار کرده مانده است. بیا آبازی کنیم خرسند شود. به عقل دخترکمان جانم فدا آبازی کنیم خرسند می شود گفت پک. لک و پک همراه خمها را برداشته پیش تشناب آورده آبازی کردند. عجب آب شیرین گفت پک. آب این جایها شیرین به دست گفت لک. لک و پک آبازی کردند و در آمده خواب رفتند. سحر شد. آفتاب برآمد. صاحبان خانه بالای صفحه روی حولی قالین پت و کرپچه های ملایم پرتافته دسترخوان گسترده چای جوشانده تیار کرده ماندند. یک دم نشستند، 2 دم نشستند. 1 ساعت شد. هیچ نیکی مهمانان خسته برآیند. به اینها چی شده باشد؟ گفته رفته دیدند که لک و پک به کرپچه ها چسبیده ماندند. چنان سخت چسبیدند که جنبیده نمیتوانند. در بالایشان زنبورها ویژه زده پریده گشتند.
صاحبان خانه حیران شدند و بعد فهمیدند که مهمانانشان آب گفته از سرشان شیرینی ریخته‌اند. لک و پک را یک علاج کرده از کرپه ها کنده گرفتند و آب گرم کرده آبازی دارانده خوش کنانده به خانهشان گسیل کردند. از این واقعه چند روز و باز چند هفته گذشت. یک روز دختری لک و پک در حولی شوهرش تنها ماند. پگاهی از جایش خسته و دست و روی شویی خوشش نآمد و دستی ناشسته به خوراخوری سر کرد. همین لحظه گوساله سرش را از درون عاقل برآورده با گفت: اوه، این گوساله بدبخت روی ناشسته خوراک خوردن مرا فهمید. اکنون به همه میگوید اوه من شرمنده شدم. گفته دختر به سوی خانه پدر و مادرش تاخت. تفسیده و عرق کرده آمده واقعه را گفته داد. لک های لک جانی پک، در حقیقت کاری گنده شده است. گفت پک: علاج یافتن در کار. لک و پک مصلحت کردند و دخترشان را پیش انداخته به قاضی خانه آمده واقعه را نقل کرده از قاضی خواهش نمودند کسی را که این سر را آوازه کند جزا دهد. این کار از دست یک خودی من نمی‌آید. گفت قاضی به لک و پک: من در شهر من کنم هم در مملکت من کرده نمیتوانم. به پیش پادشاه روید. پادشاه روید که میتواند در تمام مملکت من کنه. لک و پک دخترشان را پیش انداخته به پیش پادشاه رفتند. پادشاه عرضی لک و پک را شنویده فرمان برآورد که روی ناشسته خوراک خوردن دختر لک و پک آوازه کردن نشود. جهت‌جوها شهر به شهر و ده به ده گشته فرمان پادشاه را اعلان کردند. در یک مملکت کلان از 7 تا 70 ساله از سر دختر لک و پک خبر یافتند. لک و پک باشند تا حال باوری دارند که سر دخترشان به کسی آشکار نشده است. همین خیل ساده ها هم هستند در این روی دنیا.